بکش او بچه چی میکنی بچه؟ برو سیگریت پرت باز بیا. ببخشید بندازم دیگه. بکش او بچه هر چقدر کار کردی بکشین. کاتازی که دوزی آمدی؟ کاتازی کیله مغزای که بود میگم زود گام نزد بکش هر چقدر پول کار کردی بکشین. والا امروز ما چیز کار نکردیم دیگه. برو یک روز دیگه بیار بازارا بیخ ضعیف است. دروغ نگو برام کسی شیر نخوام باز ببین باز داخل تو باز. توی نه ببین داخل. بابا تو از صبح تا هنوز هیچ کار نکردی؟ والا لالا خوب میفهمی بازارای افغانستان خراب است. از صبح تا هنوز نیم دانه چی که یک دانه مشتری هم نامده بابا. خیلی میرم با. اگر میشینی خوب بشی اینجا ما اگر مشتری اومد برات بیادر هر چقدر که شد پیسه‌ش برات میتون. چی میگی؟ استاد میباش چند دقیقه. بابا بگی از این تخمکا بگی تا مشتری اومدن بگی خیره. بچه خوب بود. ما بسیار خوب بچه بوند فنچر در جیبت بوند تا مشتری اومدن. راستی از کجاستی خودت لالا؟ ما از سرپل هستم لالا. یا خاله ما مونم چه تصرف کجا سرپل؟ ما در رحمت آباد بشیم. مونم چه خاله ما مونم میگی خیمه تو خی قوم همسایه بر اومدی. قوم بر اومدی. والا. دیگه چی کارو میکنی بعد از دوزی؟ همین که دوزی مشغول هستیم لالا کاروبارم نیست که خودت میفهمی. چی میگی کاربارت ضعیف است؟ باش نفر اومد هر چقدر پیسه شد برات میتونی دیگه چند دقیقه. والا لالا یک مشتری هم نام بقرام از کاروبار ما تا هنوز 2000 3000 کار میکردم. بیشی لالا به خدا مشتری میاد یک چند دقیقه صبر کو. میرم لالا گمش کنم از کاروبار میمونم سعی خیره ولیجم کاروبار از دیگه بیای خوش یگان چیز میگیرن دیگه اگه 30 روپیه باز فایده از میای مشتری. صحیح. میشه چند دقیقه بشین. حالا چی شد لالا مشتری نامد یک دونه مشتری ما از کاروبار ما تا هنوز 5000 کار میکردم لالا برات بیخی چیز کردی اسیر کردی. بسیار ببخشید لالا بگم. میای ان شاء الله. میرم لالا خیره بشین میای 5 دقیقه صبر. 1 ساعت 5 ساعت از اینجا هستم. رو مادر روش اگه بشینی میای دفعه میای. نه او هم سعی کو طرف رو سعی کو لالا ما برد یک شماره میتم خب اینی شماره ما است خب هر وقت مشتری اومد برام زنگ میزنم میایم باز از پیش دوزی میکنم. گپ خلاص جانم اسیبه اومد ما زنگت میزنم جانم قومم بودی خدایا هر وقت پول جمع کردی مقصد زنگ میزنم خاطرم قومیت برات زنگ جگر هستی خدا خیلی یک بچه خوب بود.